استقبال شدیدی که از اولین جایزه ساندویچ زرشک برای بدترین تولید رسانه هفته به عمل اومد، در دومین هفته اعضای انجمن بین المللی منتقدان رسانه های ایرانی که یک انجمن مجازی فیسبوکیه و کمی تا قسمتی هم جنبه طنزآمیز داره، کاندیداهای بدترین های هفته رو انتخاب کردن که تو هفته قبل 6 تا کاندید داشتیم. بعضی از کاربران سایت بالاترین موضع داغ مربوط به اظهارات تائب رو درست کردن. البته به نظر میرسه بعضی از سایت‌های سبز هر کاری رو که میخوان ظاهراً جور دیگه جلوه بدن میندازن گردن حجت الاسلام طائب و برای همین هم خیلی‌ها میگن برای اینکه صدای اپوزیسیون رو درباره دهه 60 خفه کنن این دروغ رو از زبان طائب درست کردن تا بگن هر کی از نقش اصلاح طلبات توی سرکوب دهه 60 انتقاد کنه از معاون اطلاعات سپاه پول گرفته. برای همین هم بالاترین به عنوان کاندید اول از طرف اعضا شناسایی شد. کاندیدای بعدی فیلم سینمایی سن پترزبورگ بود که به نظر بعضی از اعضا مصداق بارز فیلم فارسی و دست کم گرفتن شعور مخاطبه. کاندیدای سوم هم بخش هنر روز سایت روز آنلاین بود که میگن مطالبش با بی‌دقتی و سرسری منتشر میشه. چهارمی هم قرارگاه پدافند غیر عامل بود که اعلام کرد برای جنگ سایبری با مخالفان جمهوری اسلامی هکر جذب میکنه. پنجمین کاندیدا هم آقای علیرضا رضایی بود که یک اعلام موضع ناجور درباره خانم شادی صدر توی فیسبوکش نوشت و صدای خیلی ها و از جمله فمینیست ها رو در آورد. و بالاخره آخری هم شرکت کنندگان در برنامه بفرمایید شام شبکه من و تو بود که با فارسی انگلیسی حرف زدنشون یه جوری دیگه شروعش در آورده بودن. بعد از انتخابات سایت بالاترین و علیرضا رضایی به طور مشترک برنده جایزه ساندویچ زرشک این هفته شدن که مبارکشون باشه. بخش هنر روز سایت روز آنلاین که رقابت فشرده با برنده ها داشت دوم شد. در انجمن به روی همه روزنامه نگارا، وبلاگ نویسا و اهالی فیسبوک که مسائل فرهنگی با چاشنی طنز علاقه‌مند هستند بازه و این هفته هم کاندیداهای بدترین ها روی صفحه گروه معرفی شدن. روز پنجشنبه هم یک انتخابات دموکراتیک با ضمانت معتبر برای تعیین تکلیف برنامه جایزه هفته سوم برگزار میشه که نتیجهش طبق معمول ظهر روز جمعه که این هفته میشه 5 فروردین مشخص